به نام یاد خدای مهربان. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام خدمت تمامی شما شاگردای عزیز. انشالله که آرام و آسوده و سر حال باشید. آرزوی سلامتی دارم به تک تک شما خوبان. انشالله که روز بخیر آغاز کرده باشین و همه تانه به درس امروز خوش آمدید میگم. شاگردای بسیار نازنین فصل 5 درس بخیر ختم کردین و امتحانات شما هم انشالله از فصل گرفتیم خیلی به خوبی سپری شد. نتایجتان خیلی عالی بود. ما از خداوند پاک آرزو دارم که مانند فصلهای قبل فصلهای باقی مانده را هم به خوبی و به خوشی سپری کنیم. برای حمایت از ما چینل بیگم اکادمی را سابسکرایب کنید و سپس زنگوله را فشار دهید تا به تمام ویدیوهای درسی ما دسترسی داشته باشید و از آنها مستفید شوید. از درس امروز بخیر آغاز میکنیم. فصل 6 کتاب مکتب شما هست. عنوان درس به نام مومنتوم خطی و امپالس می باشد. اول باید ما شما یک تعریف از امپالس و مومنتوم داشته باشیم. به ترتیب ما شما در قدم نخست تعریف امپالس یا ضربه را می خوانیم، بعدش مومنتوم می خوانیم، واحداتش و سوالایش را کار میکنیم. قلم و کتابچه را آماده بسازید و بخیر بریم به درس امروز ما. عنوان درس که ما شما گفتیم مومنتوم خطی و امپالس یعنی ضربه. و اول ما شما امپالس یا ضربه را میخوانیم. امپالس یا ضربه عبارت از حاصل ضرب قوه و زمان تاثیر آن بالای جسم است. تکرار میکنم. امپالس یا ضربه عبارت از حاصل ضرب قوه و زمان تاثیر آن بالای جسم است. امپالس یک کمیت وکتوری است. مومنتوم یک کمیت وکتوری است و به حرف آی نشان میدهد. دوستان امپالس یا ضربه به حرف آی نشان داده میشه. عبارت از قوه ضرب در چی می باشد؟ زمان. و قوه یک کمیت وکتوری هست. پس زمان یک کمیت اسکالری. قوه وکتور ضرب اسکالر جواب پس وکتور میشه. از خاطر ما گفته میتونیم که امپالس یا ضربه یک کمیت وکتوری است. و همچنان دوستا واحدات از یکی از واحدات امپالس یا ضربه در سیستم SI واحدات در سیستم SI یا MKS واحد امپالس یا ضربه در سیستم MKS مساوی به واحد قوه را شما میفهمین که نیوتن است. واحد زمان هم میفهمین ثانیه. نیوتن ضرب ثانیه است. در سیستم CGS واحد قوه را یاد دارین که داین است و واحد زمان ثانیه. داین ضرب ثانیه. و در سیستم MTS هم به می شکل واحدایش مکمل. واحد قوه استین است. واحد زمان ثانیه. استین ضرب ثانیه. در سیستم FPS قوه را شما فهمیده بودین که با پاوند اندازه می شد. پاوند ضرب در چی؟ ثانیه میشه. از این جمله سیستم SI یا MKS عبارت از نیوتن ضرب چی است؟ ثانیه. تکرار میکنم. امپالس یا ضربه عبارت از حاصل ضرب قوه و زمان تاثیر آن بالای جسم است. امپالس به حرف آی نشان میده و آی مساوی به F ضرب T. قوه یک کمیت وکتوری ضرب زمان پس وکتور ضرب اسکالر پس وکتور است. یک کمیت وکتوری میشه. و واحدات نسبت به فرمول تشکیل میدیم. واحد قوه نیوتن است. واحد زمان ثانیه. در سیستم MKS نیوتن ضرب سکند. در CGS قوه داین است و زمان ثانیه است. داین ضرب سکند. MTS استین ضرب ثانیه و FPS هم عبارت از پاوند ضرب چه ثانیه می باشه. خب دوستان دیدین که ما امپالس یا ضربه را طور تعریف کردیم که عبارت از حاصل ضرب قوه و زمان تاثیر آن بالای جسم است و فرمولش هم آی مساوی به F ضرب T. واحدایش هم نشته کردیم. گاهی زمان تاثیر قوه بالای جسم چنان کوتاه است که باید ما اونجا از مفهوم مشتق استفاده کنیم. و در این حالتی که ما شما از مفهوم مشتق استفاده میکنیم باز زمان تی را به دلتا تی نشان میده. پس این رقم نشته میکنه که دلتای آی مساوی است به F ضرب در دلتای تی. پس دوستان ما میتونیم که برای فرمول های امپالس یا ضربه از آی مساوی به F ضرب تی هم استفاده کنیم و اگر زمانش خیلی کوتاه بود از دلتای آی مساوی به F ضرب دلتا تی نیز میتونیم چی کنیم؟
استفاده بکنید. مثال دوستان، مثالی که در کتاب شما در قسمت ضربه یا امپلس آورده، یک سوال است، گفته یک قوه ثابت 3.7 نیوتن، قوه ثابت F مساوی به 3.7 نیوتن در فاصله زمانی 100 ثانیه بالای جسم گفته عمل میکنه. T مساوی میشه به 100 واحدش ثانیه. این تکرار کنم، یک قوه ثابت 3.7 نیوتن گفته در فاصله زمانی 100 ثانیه عمل میکند. امپلس این قوه را دریافت کنید. آی مساوی به چی میشه؟ سوالیه. این دوستان، خب اگر زمان دوتا باشه دلتا تی میگیم و امپلس هم دلتا آی میشه. حال زمان یک است، میتونیم از آی چی کنیم؟ استفاده کنیم. آی مساوی است به اف ضرب در تی میشه و آی مساوی است به اف داریم برابر با 3.7 نیوتن، زمان داریم برابر با 100 واحد زمان هم ثانیه میباشه. ایره که ضرب کردیم دوستا، یک صفر زیب با یک خانه‌شاری خلاص میشه. 37 ضرب 10 برابر با 370 میشه. نیوتن هم ضرب چی میشه؟ ثانیه میشه. این شاگردان نزنین. پس آخرین جواب ازی امپلس یا ضربه به اندازه چی قدر است؟ 370 نیوتن در ثانیه. خب دوستای عزیز، ما و شما بخش امپلس یا ضربه را خواندیم، واحداتش گفتیم، فرمولهاش گفتیم و یک مثال هم کار کردیم. حالا بخیر بحث بعدی را که ما شما میخوانیم به نام چی می باشد دوستا؟ مومنتوم می باشد. مومنتوم خطی در کتاب نامش مانده. این مومنتوم خطی چی است؟ دوستان مومنتوم این رقم تعریف میکنه، میگه هرگاه جسمی به کتله m و با سرعت v در حال حرکت باشد، حاصل ضرب کتله و سرعت جسم به نام مومنتوم خطی یاد میکنه. تکرار میکنم، جسمی با کتله m و با سرعت v در حال حرکت باشد، حاصل ضرب کتله و سرعت جسم به نام مومنتوم خطی جسم یاد میکند. مومنتوم خطی نیز یک کمیت وکتوری است و به حرف P نشان میده. پس این رقم نشته میکنیم که P مساوی است به M ضرب در چی دوستا؟ ضرب در V. یعنی مومنتوم مساوی است به کتله ضرب چی؟ سرعت. شما میفهمین که سرعت یک کمیت وکتوری هست و کتله یک کمیت اسکالری. وکتور ضرب اسکالر جواب پس وکتور. پس مومنتوم هم یک کمیت وکتوری است. و از روی فرمول جور میکنیم ما شما واحداتش. ای پی در اینجا نشان دهنده چی بود شاگردا؟ مومنتوم بود. اما خب میفهمین که نشان دهنده چی است؟ کتله جسم است. وی در اینجا نشان دهنده چی است؟ سرعت جسم است. که انشالله که به کس مشکل نیست. اینه بچه واحدات مومنتوم اگر ما پیدا کنیم نظر به فرمول ترتیب میکنیم. در سیستم MKS، در سیستم MKS واحد از یک دریافت کنیم، شما میفهمین که واحد کتله در این سیستم کیلوگرم است و واحد سرعت هم متر بر سکند می باشد. پس کیلوگرم ضرب متر بر سکند است. در سیستم CGS اگر مطالعه کنیم، در سیستم CGS واحد کتله گرم است و واحد سرعت سانتی متر بر سکند می باشد. در سیستم MTS اگر مطالعه کنیم بچه ها، در سیستم MTS شما میفهمید که واحد کتله عبارت از تون می باشد، واحد سرعت هم عبارت از متر بر سکند می باشد. و در سیستم FPS اگر مطالعه کنیم، FPS کتله را شما میفهمید که به سلک اندازه می شد و سرعت هم عبارت از فوت بر سکند می باشد. پس این واحدات که میبینین همه واحدات چی می باشد؟ مومنتوم می باشد. بسیار ساده و آسان. یک تکرار میکنم. مومنتوم گفتیم که عبارت از کتله یک جسم ضرب سرعت همان جسم است، به حرف پی نشان میده، یک کمیت وکتوری است. واحدات مومنتوم در سیستم MKS کیلوگرم ضرب متر بر سکند، در CGS گرم ضرب سانتی متر بر سکند، در MTS تون ضرب متر بر سکند، در FPS هم عبارت از سلک ضرب در فوت بر سکند می باشد. دوستان مثالی که در قسمت مومنتوم در کتاب مکتب شما آورده گفته کتله یک شتر با بار برابر با 500 کیلوگرم است. M مساوی است به 500 واحدش کیلوگرم و سرعتش هم گفته برابر با 2 متر بر سکند است. V
مساوی است به 2 واحدش متر بر سکند می باشد. گفته شما مومنتوم شتر را چی کنید؟ دریافت کنید. مومنتوم شتر مساوی به چند است؟ خب فرمول داشتیم مومنتوم مساوی بود به کتله ضرب در چه سرعت جسم. پس مومنتوم مساوی است به کتله جسم چقدر داریم بچه؟ 500 کیلوگرم داریم. بله برابر با 500 واحدش کیلوگرم است. ضرب سرعتی که بر ما و شما داده برابر با 2 است. واحدش متر بر چی است؟ بر سکند می باشد. خب 500 که با 2 ضرب کنیم جواب مساوی است به 500 ضرب 2 مساوی به چند میشه؟ 1000 میشه. کیلوگرم ضرب متر بر سکند است. کدام واحد مشخص یا جداگانه حاصل نمیشه. امی واحد مومنتوم است. پس در نتیجه مومنتوم از شتر برابر با چی قدر است؟ 1000 کیلوگرم ضرب در متر بر سکند. یک تکرار میکنم بچه. کتله شتر برابر با 500 کیلوگرم است. سرعتش 2 متر بر ثانیه هست و مومنتوم پیدا کنید. مومنتوم مساوی بود به کتله ضرب سرعت. کتله 500 کیلوگرم، سرعت هم 2 متر بر سکند است. 500 ضرب 2 مساوی به 1000 کیلوگرم ضرب متر بر سکند است. پس یک کدام واحد جداگانه یا واحد خاص دیگه حاصل نمیشه. همین آخرین جواب سوال ماست. خب دوستان نازنین در قسمت پایان درس رسیدیم. درس ما شما را خلاصه بندی میکنیم. ببینیم که مشکل بر شما باقی نمانده باشه. ما شما امروز 2 موضوع خیلی خوبی را خواندیم. به نام یکی به نام امپلس یا ضربه، دیگهشون به نام مومنتوم خطی. امپلس یا ضربه به حرف آی نشان داده میشد، عبارت از قوه ضرب زمان میشد. اگر گاهی زمانی برخورد یا زمان تاثیر قوه خیلی کوتاه باشه، ما دلتا آی مساوی به اف ضرب دلتا تی استفاده میکنیم. واحدش هم فهمیدیم که واحد قوه نیوتن است. واحد زمان ثانیه. نیوتن ضرب ثانیه است. واحد اساسیش یا در سیستم اس آی بگویم. همچنان ما شما دیگه مومنتوم خطی را خواندیم. مومنتوم خطی به حرف پی نشان داده میشد، عبارت از کتله ضرب سرعت جسم بود و هر دو مومنتوم خطی و امپلس هر دو یک کمیت وکتوری بود. واحد مومنتوم خطی چون کتله ضرب سرعت بود، واحد کتله کیلوگرم، واحد سرعت هم متر بر ثانیه. پس واحد مومنتوم خطی هم کیلوگرم ضرب در متر بر ثانیه می بود. از می بود درس امروز ما شما. درس امروز فهمیدین؟ بله. مشکل نیست براتون بچه‌ها؟ نیست. خیلی ببینین. و وقت تمام است و یک 2 سوال به تمرین کتاب که آمده در خانه که رفتی سوال تمرین حتما کار میکنید. قبل از آغاز درس بعدی وقفه کوتاه میگیریم.